کجیر اشتنی کجیر جانجر مستون 10 سال شما تک تک کنم اشتنی جانجر خیلیت شیر قام رقف جانجر مستون 10 سال شما تک تک کنم چری کردیش بیا خیلی سلام زیاد مادر ما به شما بگفتم و علیکم با برات نونی همه دیگه لگیانی ما دست شما که روزی نداریم برو نه برو سکو تو یه نونا رو میبینیم ما دل ما به شما میسوزه قریبیم نون نداریم بخوریم گشنگی سونه سهران میکده ما هم به شما مونکر خیرات مدر دل و جان ببخشیده حالا با چی بسی با نونی بسی بگو دیگه خونه گفتاری چی داری چه باید تو خود راست میگو خب مثل سیاد بیدول بری یک قرائت میکنی مادر ما به شما سلام میگفتم علیکم سلام فهمیدی گفتم برو بعد از سلام به کجیر بگو که ما امسال دل ما عوض کرده یک گوسفند ما لندی کنی یک گوسفند چاق چله یا به قیافه ما باشه گوسفند یا به قیافه تو همین اگه به قیافه ما باشه که کمی ضعیفتر اگه به قیافه تو باشه کمی چاق چله انا برای ما همین گوسفند بدیم به لندیا به خیر خوشی انا باز به خیر خوشی ما پول قلق پیدا میکنیم این لازم تا قلق پر شد پولا شما میکنیم میاره میدیم دست شما قلق میکنیم میاریم پولا شما میدیم مبارک باشه قربان سر شما زنده بشی دیگه چی گیلا چی دیگه چی دنبدار باشه چهری باشه که دنبال جزغاله کنه جزغالگی باشه بی جزغاله نه میگه پندونه خو میبینه حالا کمکتی شما شده چی رقم بگه گو پی پندونه خو میبینه حالا کمکتی شما شده لقمه نون خشکی به تا سفره شما بدتر از ما پیدا نمیشه برات گوسفند قربونی او هم به قرض آمده ما پیگری خوبه اشتی شما هوشیاری با خدا برو در مدیشه یاد که اگه چند دست رختی دارم کدی صبح مینکات ببر بده به مادر گله که بیچاره با برخو خونه رختاد لی سرکلی و دیه تو خودی کلی گندی خوالی بیامدی به در سرام که گوسپنده ما هر کدوم 14-15 جاری پی قیمتنه ما بدیم به شما که شما به خود پلوری کنی او هم به قرض لحسنه و قلق میندازیم قلق که جمع شد میاره میدیم به کل قلق تو بکر ورداد پولا از این رایی که میدی برادون به خیریت شدی به کاکبات بیایه به فکر شکما گوشتی خوب باشی مشتی به سر شکم خوب بزنی از این کارو بیتره برو ایتو برم برو ایتو میرم بخیریدی نه خیلیدم برو هر طرفی میرم وای 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 آخه گیلت شما که به سرا کرهی شیشته از ذری به پولمون کرا سرا نداریم بدی شما جواب داده تو داری که گوسفند 14-15 داری بخری چریت که پا بی عقلی میدنی آی بلنگ بلنگ آی بلنگ آی وان نمیر مایی کاره کوکو نمیر مادر من گفتم برو از جمع گل بستو چی بستو بگذار لندی همین تو جلوی من میگیری لندی چکار بگیر من چکار سکو چند نمیفروشی ها چند نمیفروشی ای لالا من 15,000 خیلی میبرم میبری چی میبری بعد پولا خو بلا چی نانی گفتا قلق که بند نزنی خی لنگا من وجه جمع گل نه سکو برارمه او همه گوسپند خوربت ما به قرض که ما میکشیم خب لندی مایی با قرض بودم به لندی فقط قلق که ما میارم این مردم همسایا خیر میرات داد از این بری بر جمع جولی کرده قرار میندازم تا قلق که پول بوشه قلق که بیارم میدم هم دست خود تو بکی قرار که دیگه پولا خود بگردو هر چی اضاف شد پولا میپست ما گوسفند بودم با تو با 15,000 که تو هم با قرض با قلق بندازی چرا این معامله ما اینه تو لندی نمیشه جوان شما لندی داشته باشی ما تو گوشیلر نخوریم لندی گفتم پول داشته باشی پول نداری لندی میچه کار تو لندی میچه خب شکم به پول چی میفهمه شکم میفهمه شاعر گفته ای شکم فدای تو 100,000 جان و تن من نونم افته گردیدی تا بکر کنک جاکو آفرین از برنج لیلافر یکی چیری نرم و چرب یکی چیری نرم و چرب ماسه چقدر عقب گوشت لنجلو باشه میکنم فدا جان را
گر شب پله باشه آخه بیخی سیانه میزنی زنده میشی. آنی خوندن اکو خلاص شو خب او کار خدمت دیگه گیلک جو کار خدمت همینو برو که مادر میگفتم به تو سلام بگفتم خب قبول کن سلام گفتم اول گفتم برو به هیچ کی نگی سلام به جامع گل بگو با تو کار شما بنده زنده باشین تشکر از شما باشه هم یک گوسفند به قرض بده به خاکی که گرانتر اله انا پلوتو جمع میکنه میاری جون ما شکم ما میفهمه گیلک جو سیکو رفه امی فعلا به این منطقه ما از شما غریبتر دیگه نداره سلامت باشین زنده باشه تشکر خوب بفهمیدی امال شما به حاضر که به کرا سرا خوب بمونده سلامت تو باشین می گوسفند می بستونی هم به قرض 15 هزار قیمت از اینه تو هم به قرض میستونی این معامله ما این تو نمیشه گیلک جو خود چی لکه بده تو چی لک 10,000 میکشه زور تو 10,000 اوه همین 10,000 قیافی تو به 10,000 میارزه خدای قیافه تو که میارزه خدی به پینه 2,000 نمیشه 500 بالا کوخکو حوالی جوجه مرغه تو گانسی نه نه به جوجه مرغ دارم دونه 40 هر چی می بیا بخو بگی جوجه مرغا نانه تو فرق داره لیست کمه جوجه مرغا نانه تو فرق داره به قرض نمیشه رفیق به قرض نمیشه معامله ما این تو نمیشه گیله بیا که اونو بگیرم نه خوب بگیری چه کار میکنی بلوتر با میاره نه اوت نمیشه گیله فقط همین تا نقده بیا گوسفند دارم بگو یک کار دیگه تا به 1 سال بیای نانیم تاری مدت تو نخ کنه خوبه بابو پولا پول گوسفند می تو ایتایی پر کنی تاری نانی تو نخ کنه تاری نانه ما غنجه کرنجه نمایه بیزار ما نه خبرو نه که گوسفندار بگردینی برو بگرد راه نگرفتی تو من خوب معامله میکنی توی تو برچه شمال لالزار باشم بچه علا گل داره جیکار دگر تو سیکو باشم بچه چه کاره که جیکار ما خوندن میکنی بگم جمع بود بگو بیشتر رفیق گوسفندان چخ کردی کته کردی چه کار کنین دیگه مجبورین که بچه نونی بگم منو رفیق یک کاری کن خب یک گوسفند بده و قرض بره بی نه گیلک دیوین تو سیکو با تو می چه کار خب ما این لالا شما که گوسفند داره خود داریم می بگی لگ مایو تو به گیلک می تو چه نمیدی یک گوسفند خو خب ما کی بستونم به گوسفند که بگی لگ بودم مگره پخشش کنم به کی بود باید جو بشه پولی سونده خب من به یک شرط میدم گوسفند خو پولای راست ما نه دیگه به زمانت نمی کنم لالا بگی لگ بره او تو شیاره گوسفند خود خود نمیدی میای یک گوسفند میبری یک گوسفند می تو هم به گیلک می یا بابا گیلک شو بیا بده بی در سرامو تیک تیک ای عجیب برامون ما عجیب رفتیم دیدون گیلک در سرامونه تو چی نه ایچی بیا مادم که مدر ما به شما سلام میگفتن رد سلام گفتن یا گوسفندی بدیم برای ما به پلوریو با خیر خوشی غلق بخری پول بیدادی پولا کلوکه کردیم با پولا شما بدیم تو گیلک جو تو کرای سرا خو بدی تو شکم گوشتی خود سیر کن تو برای گوسفند نگرد بیام پیش ما مال بیام اون یومیت برفتک با من میگم تو می گوسفند 15,000 خور بده برای من او هم غلق میندازم یا میان تارو نانه تو نخ میکنم تا 1 سال چیزه مگل برای قبر معامله ما اینه تو گیلک نمیشه رفیق خلاص با تو بگو زنده سره ببین سلام اشتنی را گفتون گیره چی خراب به نمیبینی بارش میباره پایه بارش میباره صدا چیه پایه پایه غرغوری ها دیگه همون زمانی که به چی لکی بودن غرغوری میشد پایه غورغوری که میگفتن یک وقت این پایه غورغوری ها همال هم میگم ها زنده باشی زمستون شد خشکم نخواهد شد اینا چی خوش نخواست خشکم دوشتالند ما اگر لندی کردیم نه تک تو مدر و سلام میگفتن خب گوش داخل تپرید نکن این لک اینا بارش میباره همه تر میشه کجا تر میشه بیا بزید درخت بسک بیا سکو
رمضان مادر من سلام میگفتن، گفتم برو به رمضان سلام بگو، بعد از سلام بگو که از اون گوسفندا خود یکی برار بره بشکن برخک نکردن مادر پایه بارش میباره. بشکن بشکن گیلگه تو ما تر میشه، گیلگه تو ما تر میشه برار من. بگو گپ بخور بگو. یک گوسفند ما به قرض بده به لندیا به لندی با ما به قرض بده به لندی انا ما لندی کردیم گوشتا بخورده ما گوشتا که خلاص با پولتون میارم گوسفنده به تو بدین که تو به لندیا بخوری گوشتای خلاص شما پولا مر بدی. میارم نق میاره چنده بگو جون گوسفند چندی می؟ چی؟ گوسفند گوسفند باشه که داشته باشه 60 کیلو 15 من ها خوبه دیگه، خوب گپ بگی لک جان. چند من داره؟ از ما داره دیگه، می 14 15 من داره دیگه. 50 60 65 بعد تو به نزدیک 70 بدی. خب از ما همه چهریه گوسفندا. پولای نقد میدی؟ نه لگه با میده 3-4 ماه بعده 3-4 ماه بعد. ها گیلک جو سکو برادرم تو یک چیزی بگم بعد تو نه یک دم. خوبه شما به تا امیدی مستضعفترین امی مردم امیدی شما نه. ماما دین اومد 1 سال که نیم سال میشه بره به ایران سراخور به شما به چیز مفته به خاطر که به تعدیه به هزاری به کرایه داد. تا به حال همین 4 دفعه پولا کرایه سرای نداده. شما نون خوردن خور ندارین. شما گوسفند 15-16 هزاری ما این چیکار کنیم؟ با به نسیه هم کسی لندی کرده. لندی به کرایه سرا چی کار داره؟ گیلک جو شما برار مسکو نون خوردن خور ندارین. شما گوسفند ما این چیکار؟ شما به فکر عادی باشین که حداقل میزمستون میایه اگوشنگی نموریم. غمزگیه بگیر خوب. گیلک بیخی بی ساز و بی دول غمزه میکنی. باران گیلک جو چپ کن چه کاره؟ چه کاره؟ آبیلا برقه خیره برو. حالا نمیده به قرض گوسفنده بگو چند نفرین شما بخونه؟ 9 نفر هم نو تا مشت هر کدوم یکی هم 100 دلار. خب بزنیم انگار گوسفند خوردیم. کل خراب سر کله تو به یک من بانجون کوخزده نمیاد تو گوسفند 15 هزاری می چیکار؟ همین که نگاه گوشنگی استیونی میکنه اکلون کردی موت نمیداره. همین گیلکه بابا نون سوشون خود شما نداره تا گوسفند 15 هزاری او هم به نسیه شما همه ترک باره.